حالا یه پژوهشی انجام دادن، دیدن افرادی که میخوان عادت بسازن مثلا میرن یه کار رو یکی دو بار انجام میدن و بعد ازشون میخوان حالا که روند کار رو دیدی متوجه شد بیا چشماتو ببند و شروع کن به تصویرسازی روند کار و دیدن چه جالب، یعنی همون تأثیری که تقریباً وقتی میری کار رو انجام میدی روی این حافظه رویه‌ای داره، وقتی که چشماتو میبندی و مراحل کار رو تصور میکنی همون ناحیه ها درگیر میشه و انگار واقعا یک بار انجامش دادی و این مغز تو رو آماده تر میکنه برای انجام یک عادت و این خیلی نکته مهمیه. این کمک میکنه که مقاومت اولیه کم بشه. اینجاست که در واقع خیلی به درد میخوره. پس تصویرسازی باعث میشه که استکاک اولیه، مقاومت اولیه هم یکم کم بشه. انگار من اون عادت رو یک بار اضافه تر انجام دادم و مقاومتش کم شده و این سرعت عادت سازی رو در من بالا میبره. پس اگه یه عادتیه که خیلی اذیتت میکنه، نمیتونی، خیلی گارد داری، خوبه که تصویر سازیش کنی، مراحل 1 2 3 4 5 رو.